خب میخوایم بخشی از داستان زندگی خودم را با شما عزیزان در میان بگذارم. من مصطفی در واقع در زندگی خودم چالش های زیاد رو رد کردم، بالا پایین های زیاد رو دیدم. وقتهایی بودن که با خودم گریه کردم، با خودم خیلی زیاد گریه کردم. خیلی شبها بودند گریه کردم، خیلی شبها بودند به خاطر یک سر مسائل، یک سر اتفاقاتی که در زندگی من بود گریه میکردم. از زندگی که داشتم، از اینی که چرا مثلا من این قسمی دارم زندگی میکنم، چرا تمام چیز برعکس داره اتفاق میفته، همه چیز بر علیه من است. نمیدونستم که واقعا این زندگی برای آدم فشار وارد میکنه، آدم ها رو امتحان میکنه. اینا رو نمیدونستم، ولی از اون روزها خیلی چیزای متفاوت تر یاد گرفتم، از اون روزها خیلی چیزای قشنگ تر یاد گرفتم و اینو فهمیدم که زندگی بهترین معلم برای هر کس هستن، قشنگترین معلم برای هر فرد هستن، به شرطی که به دنبال یادگیری باشی، به شرطی که به دنبال این باشی که یک چیزی قشنگتر و بهتر از اون زندگی یاد بگیریم. من امروز خوشحال هستم واقعا با تمام وجودم که اون روزها با این که فشار بود، با این که سخت بود، با این که برای من خیلی 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 سخت بود، واقعا میگم واقعا سخت بود، ولی باز هم امید داشتم، ولی باز هم باور داشتم، ولی باز هم ایمان داشتم که من میتوانم. من از پس تمام این چالش ها، از پس تمام این مشکل ها چی میشونم برمیام. و واقعا خدا رو سپاسگزار هستم بابت تک تک اون روزها، بابت تک تک لحظاتی که سپری شد. و میخوایم در آخر اینو بگم، هیچ وقت ناامید نباشید. همیشه در بدترین شرایط، در بدترین زمان، در دل بدترین اتفاقات باز هم امیدی است، باز هم امیدی هست. اون امید خدا هست. پس به خدا ایمان داشته باشید. قشنگترین ها برای ما و شما میچینه.